درهمخوری و پرخوری در سحر و افطار ممنوع. پاکسازی بدن یکی از برکات ماه مبارک رمضان به حساب می آید و به همین دلیل می بایست زمان کافی در اختیار بدن قرار دهیم تا امکان پاکسازی مهیا شود با رعایت تمهیداتی که مبنی بر عدم پرخوری و درهمخوری است. فرایند پاکسازی را برای بدن تسهیل می کنیم. روزه‌داران می بایست از مصرف غذاهای پرچرب و شیرین در وعده‌های سحر و افطار خودداری کنند، چرا که شیرینی موجود در غذا سبب افزایش سطح قند خون می شود و انرژی افراد را طی روز کاهش می دهد. پرهیز از مصرف غذاهای پرچرب و شیرین در وعده غذایی سحر و افطار یک قاعده کلی است. مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده مانند ترکیباتی که حاوی نشاسته هستند می‌تواند سطح قند خون را در حالت پایدار نگه دارد. با مصرف کربوهیدرات پیچیده انرژی کافی برای روزه‌دار ایجاد می‌شود و می‌توانند به انجام امور روزانه خود بپردازد. اینکه یبوست یا درد شکم از مشکلات شایع به حساب می‌آید. به منظور پیشگیری از یبوست توصیه می‌شود که از سبزی و زیتون در وعده‌های سحر و افطار استفاده شود. استفاده از سبزی نه تنها منجر به تامین آب مورد نیاز بدن می‌شود، بلکه فیبر موجود در آن نیز مشکل یبوست را رفع می‌کند.